دادگاه شهر خباروفسک در منطقه شرق دور روسیه یک مرد 34 ساله زاده تاجیکستان با جرم کشتن برادر خودش بر اساس قسم اول ماده 105 کودکس جنایتی روسیه آدم کشی به 12 سال و 11 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کرد. خود محکوم شده و نزدیکان و ادوکاتش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی دادستانی کشور خباروفسک روز 20 دکامبر سال 2023 در کانالش در شبکه تلگرام خبر داد که ماه دکامبر سال 2022 در جریان استعمال مشروبات در جای خوابشان در کوچه سیسویف بین برادران مناقشه برخاست. یکی از آنها به قسم‌های گوناگون بدن دومی با بلغه نه کمتر از 60 ضربه زده، سپس با کارد به گردنش ضربه زده است و در نهایت به بدنش سیم برق مانده است. در نتیجه مرد 34 ساله در جای حادثه جان داده است. بنا به فرضیه تفتیشات بعد کشتن برادرش که از وی 1 سال کلانتر بود محکوم شده، پاسبان ساختمان را جیغ زده به وی گفته است که گویا برادرش خودش به بدن خودش این ضربه ها را زده خود را کشته است. داستانی خباروفسک در اطلاعش محکوم شده را تنها شهروند خارجی نامید، ولی تلگرام کانال امورماش با تکیه به منابعش خبر داد که محکوم شده زاده تاجیکستان بوده برادرش را با چنین شیوه بهرمانه به سبب رشک به محبت پدر و مادرشان کشته است. بنا به اطلاع امورمش برادران به روسیه به مردکاری آمده در یک ساختمان در محله ستریچلی شهر خباروفسک کار میکردند و در یک واگن زندگی داشتند. ماه دکامبر سال 2023 بعد انجام کار هر دو برادر مشروبات خریده خانه ضیافت آراستند. هنگام نوش و نوش بین آنها بر اثر اینکه آیا در دوره کودکی پدر و مادرشان کدام آنها را بیشتر دوست می داشتند جنجال کردند. در جریان مناقشه برادر خردی بلغه را گرفته برادرش را 60 ضرب زده است و سپس با کارد و سیم برق او را به هلاکت رسانیده است. در مرافعه دادگاهی او ادعا کرده است که گویا آن شب بیماری سر یا اپیلپسی برادرش خروج کرده و گویا او خودش را زده کشت، ولی به این سخنان وی کسی باور نکرد. مادر آنها نیز گفته است که این دو فرزندش از کودکی دائم با یکدیگر جنجال میکردند، ولی اخیراً آشتی شدند و همراه به مردکاری رفتند. در محبس‌های روسیه بیش از 7000 از زادگان تاجیکستان ادای حکم میکنند. آنها با جرم‌های گوناگون به پشت پنجره رفتند، ولی آنها نیز هستند که برای دست داشتن در جنایت‌های سنگین از جمله برای غارتگری و روزنی و آدمکشی زندانی شدند.